دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان قهرمان انجمن فوتبال آسیای مرکزی شد. رستمی امامعلی پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی به بهترین ها جایزه های این مسابقات را سپرد. دسته غالب تاجیکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب ازبکستان برای جای دوم با مدال های نقره و تیم ایران برای جای سوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. جایزه بهترین بازیگر به محمد وارث سیدعلیف عضو دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تقدیم گردید. بازی خیلی از اول بازی مشکل بود و ما فهمیدیم که مثلا جام در تاجیکستان مسابقه در تاجیکستان برگزار می‌گردد و ما باید جام که در تاجیکستان است ما باید جام را در تاجیکستان نگه داریم و ما از عهده خیلی خرسند هستیم که از عهده وظیفه‌مون برآمدیم و همه با مربیان شتم وصیت نمودیم. در این بازی ما می‌دونستیم خیلی بازی مشکل می‌گردد و ما پیشکی حریف را مختبر در این بازی غلبه به دست آوردیم. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دوره پنجم و نهایی قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی تیم نورسانی افغانستان را با حساب 1-0 شکست دادند و برای اولین بار در این مسابقات غالب شدند. حمله‌گر عبدالفتاح خدایدادزاده در آغاز نیمه دومی دیدار توپ را با ضربه سر به هدف رساند. این بازی شب 1 آگوست در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد. این مهنت زیاد در کار که غلبه را به دست بیاریم. برای ما تیاری خوب دیدیم به این مسابقه. بچه‌ها او نقشه‌ای که ما کشیده بودیم پیش از مسابقه، او تیاری که ما دیده بودیم، او بازی‌هایی که رفیقانه که ما گذرانده بودیم، بچه‌ها او تاکتیکی که ما می‌خواستیم، بچه‌ها امروز در بازی نشان دادند، خوب بازی کردند و غلبه را به دست آوردیم. منتخب نورسانی افغانستان که در این مسابقات سال گذشته غالب شده بود، امسال هم در صورت پیروزی در بازی آخرین امکانی به دست آوردن جام قهرمانی را داشت. متاسفانه نشد دیگه. امروز قرار بود که همین بازی ها طور برگزار شد که اون طرف ازبکستان و ایران هم بردن، بعد چانس اونا بیشتر شد، ما با برد میتونستیم دوم یا سوم بشیم، اما خب خوشبختانه نشد دیگه. فشار زیاد کرد، به گل هم رسید. بعد از اینکه بازیکن اخراج شد ما فشار زیاد کردیم، بالاخره بازی دو طرفه شد دیگه. بگیم بازی یک طرفه نبود که بگیم خسته کن. در بازی‌های قبلی مسابقات امساله فوتبال بازان نورسی تاجیک بازی را با همسالانشان از ازبکستان با حساب 1-1 انجام داده بر منتخب قرقیزستان با حساب 2-0 و بر تیم‌های ترکمنستان و ایران با حساب 1-0 غالب آمده بودند. بازی ها از 26 ایول تا 1 آگوست با شرکت دسته های منتخب زیر 16 ساله افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در شهرهای دوشنبه و حصار دایر گردیدند. در بازی ایران هم همه متخصصان ورزش مدعی اساسی این دیدار بازی دسته ایران رو میشمردند، اما ما به این نگاه نکرده به قوه خود باوری داشتیم و غلبه کامل غلبه بزرگ به حساب 3-0 به دست آوردیم و در این بازی هم ما با قوه خود باوری داشتیم و غلبه به دست آوردیم. همکنون دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان را بازی‌های دور انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 14 تا 22 سپتامبر امسال در اردن برگزار می شود انتظار است. فوتبال بازان نورسی تاجیک در گروه A با تیم‌های اردن، نپال، شریلانکا و کویت رقابت می‌کنند. ما کمتر استراحت میکنیم، ممکن یگان سفر دیگه ممکن شود برای که یگان بازی ما میخوایم با تیم‌های بوک سخت‌تر بازی کنیم و در آخر ماه آگوست ما مسابقه داریم در دولت قزاقستان در شهر آستان نورسولتان. تیاری ما با اونجا میشه. ضمناً انجمن فوتبال آسیای مرکزی که ماه ایون سال 2014 تأسیس یافته است به یکی از 5 منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل است.